محبت کردن یکی از خصلت آقا ما انسان ها محبت کردنه. محبت کردن یه پدیده ایه که خدا تو وجود همه ما انسان ها قرار داده. در کنار خیلی از اون حسا، اون عواملی که تو وجود ما انسان ها هست، یه حس محبت کردن تو وجود ما انسان هاست. حالا بحث محبت کردن به خیلی از پدیده‌های دیگه مثل حیوانات یا گیاهان یه بحث متفاوتیه و موضوع اصلی محبت به انسان هاست. یه جمله خیلی زیبایی هست، یا آقا اگه قراره به هر انسانی محبتی بکنی، اول اون که اون انسان رو باید بشناسی، دوم اون که بدونی ظرفیت اون شخص چجوریه، سوم اون که به طور کامل طرف مقابل رو ارزیابی کنی و بفهمی داری از چه کسی حمایت میکنی و به چه کسی محبت میکنی، و چهارم اون که یه جمله خیلی قشنگی هست میگه محبت بیش از حد مثل یه ماده خیلی مضری میمونه که هر چقدر به خورد طرف مقابل بدی، هر چقدر اون طرف مقابل اون رو بخوره، خیلی افتضاح و خیلی نکبتبار اونو بالا میاره. یعنی خیلی این جمله معنا و مفهوم عالی و دقیقی داره، از این که یعنی میخواد بگه به هر کس آقا به اندازه خودش محبت کنی، به اون اندازه که هم در شأن شماست و هم در شأن خود اون طرفه محبت کنید. محبت بیش از حد اصلا خوب نیست، هر چیزی به اندازه خودش، نه خیلی درش کم روی بشه نه خیلی درش زیاده روی.